ای شوخ چشمی نازنین ما را به چشمی کم مبین مژگان سیاه محجبی ما را به چشمی کم مبین ای شوخ چشمی نازنین ما را به چشمی کم مبین مژگان سیاه محجبی ما را به چشمی کم مبین دل را ربودی دل بده عشقی مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را به چشمی کم مبین ای شوخ چشمی نازنین ما را به چشمی کم مبین مژگان سیاه محجبی ما را به چشمی کم مبین ما را به چشمی کم مبین درود شنونده عزیز دوستداران برنامه‌های رادیویی صدای دوشنبه امروز و همه روز زندگی را برای شما خوب و خاطرمند می‌کنیم عزیزان دل چون همیشگی امروز نیست در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز کوشش کردیم تا پهلوی ما یک هنرمند باشد که سراپا سرود و نوایش به دل مخلصان و دوستان کلام بالا جای می‌گیرد. این هنرمند سالهای دراز از روی صحنه هنرنمایی می‌کند و در انسامبل فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارد. هنرمند آهنگساز شهرت سینک خوش آمدید به برنامه برگ خوش سبز. باشین خوش باشین شنونده عزتمند باید بگویم که این نوازش نیز از جانب هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شهرت سینکوف بودند. پیشنهاد شما با اسباب اکاردیون که امروز همراه آوردن به برنامه برگ سبز. بازم خیر و مقدم میگویم. میخواهم که یکمین ترانه شما در برنامه برگ سبز این ترانه مادرش باشد با اجرای زنده اکاردیون. اگر شما زید نباشد و راضی باشد به پیشنهاد من. آماد باشید. برای کلی مادرانی که دستگیری کردن در همین زیر باران شهرت سینکوف هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان رو و استعداد و هنر شما رو من فکر میکنم که همه مادران دوست میدارن، جوانان دوست میدارن. آماد باشید. سلام باشید. ابر بارانی منی ای مادر جان و جانانی منی ای مادر ابر بارانی منی ای مادر جان و جانانی منی ای مادر همچون برگ بفتم هم بزنین همچون برگ بفتم هم بزنین داشته آغوشی کنی ای مادر داشته آغوشی کنی ای مادر داشته آغوشی کنی ای مادر آوازتان خستگی رو نبیند و در اینجا رحمان چهار رقم اخرانش 1174 می نویسته. سلام میگویم به برادر عزیز شهرت. سوال من همین است که سراینده شدن این آرزوی یگانه شما بود یا اینکه تصادفی شما روی صحنه هنر آمدید؟ البته این آرزوی من بود هنگامی که من خردسال بودم. در اون زمان فقط به وسیله رادیو هنرمندان بزرگ رو گوش میکردیم و همین طور یعنی ما شوق و ذوق پیدا کردیم در وجود و گفتم که آیا که ما میتوانیم هنرمند شدن، حافظ شدن یا که نه. و بعدا اوستا مهنت کردیم، زمینه گذاشتیم و امروز یعنی که آرزوی نخستین شما بود روی صحنه هنر بودن؟ البته سراینده شدن. تاجیکستان همه دنیای منی
آشیانی دل شیدای منی تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی من تشنه برابی چشم سارانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی مفتون نسیم ملک خطرانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی این یک نفسم به تو در این عالم چیست تاجیکستان همه دنیای منی قربانی بدخشان و زرافشان تویم تاجیکستان همه دنیای منی تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی شنونده های عزیز و ارجمند برنامه برگ سبز است. ما به راه روان راه سفید و به خطرات تمنا داریم. خوب به همه شما راحتی افزون بخواهیم از برنامه برگ سبز. شنونده همیشگی ما عبدالحمید غفورов از دولتی به ما دوست و همسایه از ازبکستان می نویسد و سوالهای خود پیشنهاد میکند. همزمان شهرت سینکف را به برنامه خیر و مقدم میگوید. خوب میگوید که برنامه برگ سبز با ایجادکاران سبز خود فراغت ما رو غذای معنوی میبخشد و ما خیلی خوشحالیم از سخنهای شما، از لطف شما و از سوالهایشان. همین است. شهرت ایدئال شما در این جاده کیست؟ پاسخ بگوید ایدئال شما در جاده سمت. ایدئال من احمد زور و مبارشو هستند و بسیار من اونها را میپذیرم، سرودشون را میسرم، بسیار با جان قبول کرده هستند.